رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. ونفوسنا فيه به نام خداوند بخشنده و مهربان. ترقى الجنان از ابو هریره خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: نمازهای 5 وقته از جمعه تا جمعه، از رمضان تا رمضان سبب آمرزش گناهان بین اینهاست. اگر مسلمان از گناهان کبیره دوری جوید. نمازهای 5 وقته، نماز جمعه تا جمعه آینده و روزه ماه رمضان تا رمضان آینده محو کننده گناهان صغیره می باشند، مادامی که بنده مؤمن از گناهان کبیره دوری جسته باشد. چطوری که در حدیث های نبوی ذکر شده است، عملهای نیک پوشاننده و سبب مغفرت عملهای بد هستند. پس برادران ایمانیم، بیاید عملهای نیک را بسیار انجام بدهیم و خصوصا در این ماه شریف رمضان که هر یک عمل نیک ثوابش یک چند مراتبه افزوده و در نامه اعمال ما نوشته می شود. رمضان أهلا بك رمضان